عقربه باید رو 1.5 باشه همیشه. یه شیر مشکی این زیره، نگاه کنید به سمت چپ باز میشه. وقتی که باز کنید این عقربه خودشو میکشه بالا، میبینی رو 1.5 اومد باید ببندی. به سمت چپ باز میکنی، میبندی. به سمت راست هم میبندی. این به سمت راست دارم میبندم. بستری سمت راست. آره. این پایین، این علامت پایین وقتی که هوا گرمه مثل تابستون و بهار و اولای پاییز شد گرمه، این دمای آب گرمته. اگه دیدی زیاد جوشه کمش کن، ولی ما تو اون حالت میذاریم آب ولرم استفاده کنی بسته. وقتی که زمستون شروع میشه یا پاییز شروع میشه، اینو مثل عقربه ساعت از 40 تا 80 دمای رادیاتوراته. هوا سرده، یخبندونه چیه اینا، بذار رو 80. خونت گرمه کمش کن، اصلا زیاد نمیخوای حساب اینجا بذار. بله. این توضیحات این دستگاه. زمانی هم گاز قطع میشه میگن ریست کن، این استنبای بهش میگن. میاره مثلا چراغ خطای قرمز میزنه، میاره رو این حالت، چراغ قرمز رفت میشه، میدین رفت میشه، میاری پایینتر برگردونی که رفت بشه. بعدم میشه حالت زمستونه بوده، رو زمستون میشه حالت تابستونه بوده، مثلا اینجا خطا زده، میاری وسط یا میاری بالا قرمزش رفت میشه، میاری پایین میذاری روی این حالت. بله. این توضیحاتشون.